سلام بچه‌ها، مرسی که روی ویدیو من کلیک کردین. توی این اولین ویدیوم میخوام راجع به این صحبت کنم که توی کانال من میتونید انتظار چه چیزایی رو داشته باشید و اگر که فکر میکنید که میتونه براتون کمک کننده باشه، هر چی دکمه هست اون دور و برا رو بزنید، لایک و سابسکرایب و اینها تا توی مسیر با هم دیگه باشیم. قبل از اینکه برم راجع به خودم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم بابت صدایی گرفتم. نمیدونم سرماخوردگی بوده یا حساسیت که ادامه پیدا کرده، ولی صدام گرفته. منتظر بودم که برگردم به حالت نرمال و ویدیو بگیرم، ولی طول کشید و گفتم اگه بخوام منتظر روز پرفکت باشم شاید روزش وقت نیاد. برای همین دیگه دکمه ضبط با هم بیشتری زدم و here we go. خب من به تازگی 30 سالم شده. به تازگی مدرک ارشدم رو گرفتم توی رشته Entrepreneurship and Innovation که تقریبا میشه گفت کارآفرینی و نوآوری. ایران لیسانس اقتصاد خونده بودم، چند سالی توی حوزه توسعه کسب و کار دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ و اینها کار کرده بودم. دوره ارشدم اینجا 1 سالش رو توی پادووا ایتالیا گذروندم و 1 سالش رو توی تورنهایم نروژ دانشگاه TNU و میتونم از حالا اگر که دوست داشتین راجع به پروسه اراسموس و از تجربه خودم توی درس خوندن 2 کشور دانشگاه مختلف باتون شیر بکنم، ولی به صورت کلی برنامه‌ای که داشتم برای اینکه هم به خودم دیسیپلین بهتری بده، هم همه این راه‌های ممکن رو تست کرده باشم که سریعتر به قول اینا لند بکنم شغل ایدئالم. میخوام ویدیو بگیرم و باهاتون شیر بکنم. امیدوارم که بتونه براتون کمک کننده باشه، چون میدونم که توی این مسیر تنها نیستم. حتما یه سری دانشجوی دیگه هم هستن ایرانی که به تازگی حالا یا فارغ شدن یا در حال فراغت هستن توی ایتالیا، به هر دلیلی زبان ایتالیاییشون رو اونقدر جدی نگرفتن، شاید پلن موندن نداشتن مثل من، دلیل دیگه‌ای. به هر حال زبان ایتالیاییشون خیلی مقدماتی هست فعلا، ولی میخوان اینجا بمونن و کار بگیرن. با من همراه میتونید باشید. من توی مسیر قرار هستش که چیزهای مختلفی که از مدیرهای منابع انسانی و ریکروترها ویدیوهایی که نگاه میکنم، اون جلساتی که دانشگاه برامون میذاره و یه سری تیپ میدن به ما، یه سری چیزهایی که راجبش ابهام وجود داره، مثلا رزومه بی عکس با عکس یا مثلا ویدیوی معرفی از خودمون گذاشتن، تست بکنم. اگر که با تمپلیتی جواب گرفتم همه اینها رو براتون شیر میکنم و اینکه توی اون پروسه تا زمانی که روی اون شغل مرتبط تحصیلاتم جامو محکم بکنم، احتمالا یه سری شغل‌های جنرالی خواهم گرفت، مثلا فریلنسرینگ بکنم، پروژه بگیرم و چیزهای مختلف دیگه. راجع به اونم ویدیو میسازم و همزمان این که چطور و چه ابزارها و کانالهایی بیشتر به صورت خودآموز دارم ایتالیایی تقویت میکنم و همین. امیدوارم که به کارتون بیاد و امیدوارم تو ویدیوهای بعدی ببینمتون. چاو.